خب تشبیه در لغت، این تشبیه در لغت از کلمه شبه گرفته شده. شبه ما و شما که میگیم گرفته شده است که به معنای مشابهت می باشه. پس خود وقتی که میگه تمثیل نمیکنیم، مثال نمیتیم، نمیگیم که العیاذ بالله خداوند مثل فلان، نمیگیم لیس کمثله شیء. و تشبیه هم نمیکنیم. تشبیه چیست؟ از کلمه شبه گرفته شده که به معنای مشابهت است. پس ما هیچ کس نمیگیم که اینی کس مشابه خالق است، ایره هم نمیگیم. از این خاطر ای در لغت. و در اصطلاح چی را میگن؟ تشبیه در اصطلاح، تشبیه در اصطلاح اعتقادی ذات یا صفات خالق را مشابه ذات و صفات مخلوقات عقیده نمودن است. ارائه اگر کس ذات خالقه یا صفات خالقه یا افعال خالقه مشابه مخلوق فکر میکنه، یا برعکس مخلوق ذات و صفات و افعالش مثل خالق فکر میکنه، اینمی چی میه؟ دی تشبیه میه.